ناهموار ناقابل 150 میلیون تومان. ما هم مثل شما تعجب کردیم، دلیل افزایش قیمت رو جویا شدیم و به امثال این کلیپ رسیدیم. به ازای واردات هر دو خودرو، یه خودرو باید گواهی اسقاطش برای این دو خودرو به اصطلاح الصاق بشه. شرط ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده جهت واردات خودرو. همینطوری شماره گذاری خودروهای وارداتی که بسیار کند انجام میشد، ستاد نوسازی ناوگان‌ها و اسقاط خودروهای فرسوده هم اومد یه سرعتگیر دیگه گذاشتیم وسط تا کار کندتر بشه و بازار یه شوک عجیبی رو تجربه کنه. پیکان مدل 75 قیمت 150 تومانی و بالاتر رو ببینه، پراید تا یک قدمی نیم میلیارد شده بره و من نمردم و معاوضه پراید با پرشیا رو هم دیدم. حالا مشکل کجاست؟ مشکل توقف واردات خودرو تو سال 1397 که عملاً واردات خودرو غیر قانونی شده، دیگه خودرو خارجی تو کشور نیومد و الا که الزام به ارائه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده از قدیم الایام یکی از شروط و بخش‌های واردات خودرو بوده. در اثر حذف آیدی‌های گواهی‌های اسقاط، یعنی وقتی دیگه پول مالید، شما می‌بینید که بسیاری از مراکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شدن. خروجیش هم شد چی؟ تردد انواع خودروهای فرسوده در جاده‌ها و خیابان‌های کشور. حالا اصل ماجرا چیه؟ شما برای واردات خودرو باید علاوه بر گمرکی و مالیات و داستان‌ها یه 35 میلیون تومان اضافه تر بدی. همین. و این کلیپی که اول ویدیو نشون دادم و شما ممکنه تو شبکه‌های اجتماعی همون نسخه کات شده رو دیده باشید، کاملش میشه این. قیمت گواهی اسقاط 35 میلیون تومانه. به ازای واردات هر دو خودرو، یه خودرو باید گواهی اسقاطش برای این دو خودرو به اصطلاح الصاق بشه. این 35 رو تقسیم بر 2 کنید میشه 17.5 میلیون تومان. یعنی با 17.5 میلیون تومان میشه یه خودروی خارجی وارد کشور کرد. نیازی به اعداد عجیب و غریب چند صد میلیون تومانی که تو سایت‌های مختلف خرید و فروش خودرو اعلام شد به هیچ وجه نیست. دیدید قضیه همون 35 تومن است. حالا کار خیلی جالب‌تر میشه. چرا؟ چون فقط همین هزینه اسقاط که نیست. اصل داستان تعرفه وارداته. یه سر جدول تعرفه ها رو ببینیم با ما، ضرر که نداره. بنزینی کمتر از 1000 سی سی 20%. 20% گمرکی خیلیه. حالا عملاً که این بند الکیه. چرا؟ چون زیر 1000 سی سی دیگه اصلا ماشین به حساب نمیاد، گاریه. پراید الان 1300 سی سی، دیگه ببینید زیر این بخواد چه اتفاقی براش بیفته، اصلا اسمشو ماشین نمیشه گذاشت. 1500 سی سی 70%. 500 تا اومد روش 50% یورو اضافه شد. چرا؟ چون از اینجا به بعد تازه میشه اسمشو ماشین گذاشت. تا 2000 تا 95%. دیدید اینجا دوباره 25% رشد داشت. تا 2500 تا 135%، تا 3000 تا 165%، بالای 3000 تا 175% گمرک که خیلیه، یعنی عملاً بیش از قیمت خود ماشین. در همین حین که من و شما داریم به بزرگی در صدا فکر میکنیم، یه سرچ میخوام بکنم حاشیه سود خودروسازهای خارجی رو ببینم چقدره. به این سایت میرسم، یکم میام پایینتر این جدول. ما اینجا خودروسازهای بزرگی رو داریم. فورد هست، فولکس واگن هست، بی ام دبلیو، تویوتا، تسلا، فراری و میبینید که بیشترین حاشیه سود بین خودروسازها رو فراری داره با 16% سود روی هر محصول. شاید فکر کنید حالا این لیست تموم شده، اما اگه من یکم اسکرول کنم بیام پایینتر به این تیتر میرسم. سایر هزینه ها 9% مالیات بر ارزش افزوده کالاهای دولتی، یه 9% دوباره اینجا داریم، 1% حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر، خب یه درصد اینجا، عوارض پسمان در 1000 ارزش گمرکی یه چیزی مال اینجا، عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان 10% ارزش گمرکی، عوارض ریالی واردات مینیبوس و فلان. اینجا یه دونه 5% ارزش فوب، همون FOB ها میگم به معنی قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی و اینا. حالا دیگه دقیق چیه برید یکم در موردش سرچ کنید. 2% اگر اشخاص حقیقی یا بدون کارت بازرگانی، یعنی من و شما بخوایم شخصی وارد بکنیم، 2% اضافه تر باید یه مبلغی رو پرداخت کنیم. هزینه استاندارد معادل این همون میشه گواهی اسقاط خودرو که اینجا نوشته 1.5%، حالا میگن الان 35 تومن، اینا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. 10% از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص شده، 3% بعد میاد برای شماره گذاری، دوباره هزینه انتقال و نقل اشاره، اینم که به گفته به بسته به نوع خودرو. حالا اینکه در مجموع چند درصد میشه دیگه حالا خودتون حساب کنید. من فضولی این گل کرد که این قضیه اسقاط چقدر پول توشه برای سازمان اسقاط که در نهایت به این ویدیو رسیدم. این جانب به عنوان رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط اعلام میکنم در صفحه مراکز در حدود 40,000 گواهی اسقاط به قیمت 35 میلیون تومان موجود است. بنابراین فریب تعداد معدودی فرصت طلب را نخورید. خب دیگه کار راحت شد. 40,000 گواهی ضرب در
قیمت 35 میلیون تومانی به ازای هر کدوم میشه یکم تایم بدید بتونم این رو بخونم. بله 1 بیلیون و 400 میلیارد تومان. البته الان میگن 1400 میلیارد تومان که ما اصلا فکر نکنیم، فکر کنیم از رو میلیارد موندی. رقم بزرگیه، ان شاءالله در جای درست و در راه آبادانی این کشور خرج بشه. خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم. ما هرچی گفتیم با سند گفتیم، باز تصمیم با خودتونه که حالا میخوایم خودروی فرسودتون رو با هر قیمتی که دوست دارید بفروشید، تصمیم با شماست یا حق.